عضو بودن در پایانه صادراتی، حالا ما میتونیم به خیلی جاهای دنیا صادر بکنیم. حالا اگر از این بحث تحریم‌های ظالمانه، حالا تحریم دیگه، حالا ظالمانش یا غیر ظالمانش دیگه این دیگه یه طرف اضافه است. یا مثلا افراد سودجو، داشت همه دنبال سودن دیگه، افراد سودجو دیدی، حالا چی بگو یه سری واژه ها رو میارن با یه حس خاصی به ما منتقل میکنن، انگار مثلا با دسته کورا طرفن، کار بهش نداره. نکته اینه که ما باید اول از خودمون شروع کنیم، از اینکه اگر قرار اتفاقی بیفته. داشتم با آقای دشتی صحبت می‌کردم، آقای برام دشتی که از کادرهای خوب تهران همینجا تو شیشه‌گران در خونگاه هستن کارگاهشون، این که میگفت اگر اتحادیه جمعی رو میذاره، یعنی یه هیئتی درست میکنه، اینجا باید حرف دل زرگر بیان بشه و برای رفع و رجوع اون عملی صورت بگیره.